مرگ سعید پیردوست، پایان آرام یک بازیگر یا خاموشی تلخ یک نسل. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به بروز نیوز. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. مرگ سعید پیردوست، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران، بار دیگر موجی از اندوه و سوال را در میان علاقه‌مندان هنر به راه انداخت. اندوهی که فقط برای رفتن یک بازیگر نیست، بلکه برای خاموش شدن تدریجی نسلی از هنرمندان است که بی سر و صدا میآیند، بی ادعا می‌درخشند و اغلب بی هیاهو می‌روند. سعید پیردوست در سن 85 سالگی و پس از مدتی تحمل بیماری سرطان در منزل شخصی خود در تهران از دنیا رفت. خبری که شاید در ظاهر طبیعی به نظر برسد، اما وقتی کمی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که این مرگ فقط یک اتفاق پزشکی نبود، بلکه نمادی از فراموشی تدریجی بازیگران ریشه‌دار سینمای ایران است. سعید پیردوست از آن چهره‌هایی نبود که هر روز عکسش روی جلد مجله‌ها باشد یا حاشیه‌های پررنگ بسازد، اما تقریباً همه او را می‌شناختند. از سینمای موج نو گرفته تا کمدی‌های تلویزیون دهه 80، رد پای او در حافظه جمعی مخاطبان باقی مانده. او در فیلم ماندگار گوزها ساخته مسعود کیمیایی حضور داشت، فیلمی که نه تنها یک اثر سینمایی بلکه یک بیانیه اجتماعی و سیاسی در تاریخ سینمای ایران محسوب می‌شد. همکاری با مسعود کیمیایی برای بسیاری از بازیگران یک افتخار بزرگ بود و سعید پیردوست جزو همان نسل خوششانسی بود که در دوره طلایی سینما نفس کشید. اما برای نسل جوانتر نام سعید پیردوست بیشتر با سریال‌هایی مثل پاورچین و شب‌های برره گره خورده است. آثاری که با طنز خاص مهران مدیری تبدیل به پدیده‌های فرهنگی شدند. سعید پیردوست در این آثار نه نقش اول بود و نه ستاره تبلیغاتی، اما دقیقاً همون بازیگری بود که بدون اون صحنه‌ها لنگ می‌زد. او از آن بازیگرانی بود که به جای اغراق به جزئیات اهمیت میداد. یک نگاه، یک مکث، یک جمله کوتاه اما تأثیرگذار. شاید به همین دلیل بود که مخاطب حتی اگر اسمش را به خاطر نمی‌آورد، چهره‌اش را فراموش نخواهد کرد. در ماه‌های پایانی عمر سعید پیردوست به دلیل ضخامت وضعیت جسمانی چند باری بستری شد. بیماری سرطان بی سر و صدا و فرساینده توان او را گرفت، همانطور که سالها قبل بی سر و صدا و تدریجی سینما و تلویزیون ایران از حضور پررنگ او فاصله گرفت. و اینجاست که سوال مهم مطرح میشه: چرا بازیگرانی مثل سعید پیردوست آرام آرام از جریان اصلی حذف میشوند؟ در سالهای اخیر تمرکز رسانه‌ها بیشتر روی چهره‌های جنجالی، حاشیه‌ساز و وایرال پسند بوده. بازیگرانی که شاید تجربه و عمق نسل قدیم را ندارند، اما بلدن چگونه دیده شوند. در این میان هنرمندانی مثل سعید پیردوست که اهل جنجال نبودند کم کم به حاشیه رانده شدند. نه بزرگداشتی در زمان حیات، نه نقش‌های جدی در سالهای پایانی و نه حتی پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای هنگام بیماری. مرگ او هم مثل زندگی حرفه‌ایش بی سر و صدا بود. واکنش‌ها به درگذشت سعید پیردوست اگرچه محترمانه اما محدود بود. چند پیام تسلیت، چند عکس قدیمی، چند خاطره کوتاه از همکاران و بعد سکوتی که شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا باشد. این سکوت فقط درباره سعید پیردوست نیست، بلکه درباره نسلی از بازیگران است که ستون‌های اصلی سینمای ایران بودند، اما امروز کمتر دیده می‌شوند. نسلی که نه اهل شبکه‌های اجتماعی بود، نه دنبال خودنمایی و نه علاقه‌ای به حاشیه‌سازی. وقتی از مرگ سعید پیردوست صحبت می‌کنیم، نباید فقط به سن بالا و بیماری سرطان بسنده کنیم، چون حقیقت اینه که مرگ هنری او سالها قبل‌تر اتفاق افتاده بود، زمانی که دیگر در نقش جدی به او پیشنهاد نمی‌شد، زمانی که تلفن‌ها کمتر زنگ می‌خورد و زمانی که حضورش برای مدیران و تهیه کنندگان ضروری محسوب نمی‌شد. سوال مهم اینجاست: آیا سعید پیردوست خودش کمکار شد؟ یا این سینما و تلویزیون بود که او را کم کم حذف کرد؟
در دهه‌های گذشته بازیگران پیشکسوت جایگاه مشخصی داشتند. حتی اگر نقش اول نبودند، حضورشان اعتبار می‌آورد. اما در سالهای اخیر معیارها تغییر کرد. فروش، وایرال شدن، جنجال، تعداد فالوور و قابلیت دیده شدن در فضای مجازی مهمتر از تجربه و اصالت شد. در چنین فضایی بازیگری مثل سعید پیردوست که اهل حاشیه نبود، مصاحبه جنجالی نمی‌کرد، وارد بازی‌های رسانه‌ای نمی‌شد، به تدریج از دایره انتخاب‌ها بیرون ماند. او نه از سیستم شکایت کرد، نه صدایش را بلند کرد، نه در فضای مجازی گله نوشت، شاید به این امیده که هنر راه خودش را باز می‌کند. اما واقعیت این بود که سیستم دیگر راهی برایش باز نکرد. حتی وقتی نامش در تیتراژ بعضی آثار می آمد، نقش‌ها کوتاه و گذرا بودند. حضوری که بیشتر شبیه ادای احترام بود تا استفاده واقعی از توان یک بازیگر با سابقه. و اینجاست که تناقض تلخ شکل می گیرد. بعد از مرگ همه یادش افتادن که سعید پیردوست بازیگر ارزشمندی بود. اما وقتی زنده بود چند نفر واقعا به او میدان دادند؟ در روزهای آخر زندگی خبرهایی از بستری شدنهای مکرر او منتشر شد. اما این اخبار خیلی زود در میان سیل و حاشیه‌های سلبریتی‌ها گم شد. نه کمپین حمایتی، نه پیگیری جدی رسانه‌ای، نه حتی فشار افکار عمومی برای رسیدگی. انگار جامعه ناخودآگاه پذیرفته بود که این نسل‌ها گذشتن و نوبتشان تمام شده. اما آیا واقعا هنر تاریخ انقضا دارد؟ سعید پیردوست فقط یک بازیگر نبود. او نماینده نسلی بود که با کمترین امکانات بیشترین تاثیر را گذاشتند. نسلی که به جای شهرت لحظه‌ای روی ماندگاری تمرکز داشت. نسلی که حالا یکی یکی از میان ما می‌روند. بی سر و صدا، بی ادعا و اغلب بی قدردانی. اگر سعید پیردوست امروز زنده بود و یک مصاحبه تند علیه سینما میکرد، اگر نام یک کارگردان یا مدیر را وسط میکشید، اگر از بی‌عدالتی با صدای بلند میگفت، آیا باز هم اینقدر نادیده گرفته میشد؟ یا تازه آن موقع همه یادش میافتادند که او وجود دارد؟ حقیقت تلخ این است که در فضای امروز مرگ آرام کمتر از حاشیه ارزش خبری دارد. و شاید به همین دلیل است که مرگ سعید پیردوست بیشتر از آن که یک خبر باشد، یک هشدار است. هشداری برای هنرمندان، برای مدیران فرهنگی و حتی برای مخاطبان. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید و زنگوله رو فعال کنید.